دوستان صفحه آغازی بودن یک پروفایل باید بسازه. هر اسم پروفایل باید این سطح تقدیم بازی هستیم. گاپی یا گاپی فیش شارک. گاپی مایای کوچیک اینقدری رو میداره جوره یک حالت شوخی کردن اینجوری میشه اون چاش داره. تو حالت گاپی دشمنا یا همون زندانیا ضرباتشون قدرتشون کمتره و واکنش گاردم یا همون نگهبانا میکنم کلا خیلی راحته. روند بازی کلا یک جورش ما با زندانیا رو بدن از دست نگهبانا فرار کنه، یک جورش شما رو نبینن تا اون جایی که حق ورودش ندارن. بعد فیش که میشه همون ماهی هم تو خود سریال هم میگه من سفید پوستا رو من چه ماهی میگفتم اونایی که تازه به دوران رسیدن میشه گفته. شارک هم که پوسته است. تو حالت فیش زندانیا چه یک جورایی قوی تر میشن از حالت گاپی. سطح نرمال کلم و نگهبان هم یک وقت مثلا شما رو دیگه ببینن خیلی راحت مثلا ولتون نمیکنن. چطوری بگم من وقتی از رو جلوشون رد میشن واکنششون تندتر میشن، سطح هوشیاریشون بیشتر میشه. شارک انیمی رو کالا خودی موقع شد. نگهبانا یک جورای بخشید زندانیا خیلی قوی ترن و دیگه نگهبانا رو تو نقشه نشون نمیده. گاردم این کماندو ها میشن دیگه. خب همین حالت فیششو میریم. دوستان این اول یک چیش نمایش از آخر بازی داریم. زندانی فرار کردن. مانیکس سکارو بیارید. تمام افسرهای درجه بالا به دستوری هستید. اسم من تام پاکستونه. من توی ماموریت مخفی برای کمپانی توی زندان فاکس ریور هستم. اگه دارین اینو میشنوید پس من مردم. تو زندان اون دوستان شروع بازی هستش. تام پاکستون اولین چیزی که تو این کار یاد میگیری اینه که هوای خودتو داشته باشی. این رکورد بیمه منه. اعتماد موج این مانیکس دوست. مأموریت جدید دارم پاکستان. تو داری به عنوان مأمور مخفی به زندان فاکس ریور میری. این دیگه چیه رئیس؟ زندان؟ تا جای من نگاه کنید دوتا هم هدف تو لینکلن باراست. ما برای کشتن برادر معاون رئیس جمهور واسش پاپوش درست کردیم. خوب گرفتارش کردیم ولی حالا برادر کوچیکش داخل بازی شده. یه بچه نابغه است. یهو قصد زدن یه بانکو میکنه و راهی فاکس ریور میشه. باید بفهمیم دنبال چیه. سازمان جاسوسی یا کمپانی داره این کارو انجام میده؟ این کار کمپانیه. ما بارزو خوب انداختیم تو دردسر. باید بفهمیم اسکوفیلد میخواد کارمونو خراب کنه یا نه. تو از من خوشت نمیاد مگه نه مانیکس؟ نه زیاد، ولی ربطی به این نداره. تو نظاره میکنی و خبر میدی. خشونت بی خشونت. کسی بفهمه من مامورم من مردم. اتهام من چیه؟ به جرم قتل. بهت لطف کردم میتونستم برات بزنم به جرم آزار بچه ها. این دفعه یادت نره که دستگاه ضبط صدا رو بذاری سر جاش. این شناخت همکاری. Let's go. کم تابستونه نیست بچه مرتب بشینی. بیارلا دوباره برگشتی احمق. اینطور به نظر میاد رایی. خفه شو احمق. تنها چیزی که من میخوام بشنوم بله قربان. بله قربان. اسکوفیلد؟ بله قربان. بنده خدا افسر ارتش. پاکستون؟ خب دوستان یک بر بخش معمولا چی میشه؟ یک توضیح کوتاه راجع مثلا یه جا چی بگم راجع به همون بخش مثلا میده. الان مثلا اینجا راجع به فوکوس داره مثلا یک توضیح میده که میگه شما با دکمه F مثلا میتونید فوکوس کنید. میری با من بازی میکنی بچه؟ منو نگاه کن و بگو. تو باید گوش دادن یاد بگیری. بله خب دوستان جهان بازی یه جورایی زندانه دیگه.
بعد مثلا توی هر قسمت بازی مثلا جای بیشتر مثلا یک قسمت سخت بازی جاش مثلا دامنه قسمت تو حیات مثلا این جان بازی کلا نه خیلی خطیه نه خیلی دیگه جهان باز بود چون خیلی زیاد خطیه بازی الان دیگه تو وقتای آزاد هواخوری کنم تو خود زندان مثلا حیاتش هم میتونیم بگردیم با زندانی برو توی صف وایسا. جاش خیلی بدجوره مگه نه؟ زندانه. اونا خیلی موردهای خفن اینجا دارن. قصاب جنوب یا اون یارو که برادر معاون رئیس جمهور رو کشت. من نمیدونم. زیاد حرف نمیزنیم مگه نه؟ و تو خفه نمیشی. اینجا زندانه. من نیومدم که دوست پیدا کنم. جان پروزه رو واکن. آشا ایوونا برین تو. رفیق جدیدتون افسر بلیکو ببینین. بلیکو به عنوان مسئول تور جدیدتون بشناسم. جلو پاتو نگاه کن. من کاری نکردم. دهنتون رو ببندین خانوما و به پترسون گوش بدین. به خونه جدیدتون خوش آمدید. ما میخوایم دستبندتون رو باز کنیم ولی خطایی ازتون سر نزده. کوچکترین کار اشتباه یعنی روزای سخت. حالا به انتهای پذیرایی حرکت کنید. مرکز خوش آمدگویی به مهمانان ویژه. زود باشین پسرا. شما که نمیخوایم بلیکو منتظر بذارید. تونتر خودتون رو تکون بدین. چیزی نظرمو جلب نکرد. کار ما اینجا تموم شد. حرکت کنید. تو بعدی هستی مای. اسم و شماره پشتت. پاکستان توماس 13379. تو داری با من بازی میکنی پاکستان؟ من نه رئیس. خوبه، چرا که هر بازی این دور بر پیش بیاد من برندم. حالا را بیفت. یالا دنبال من بیان. اینجا وایسا. تو سری برو روی راه پله. نگاه میکنیم بسی دیگه نمیتونه نجاتت بده. جلوتر تا بهت یه جایزه بدم. 39 رو ببندین. اسکافیلد برو تو. یه رفیق جدید داری بهش بگو خونه خودشه. 40 رو ببندین. اکسان بادی توی. بگ ماهی رو نگاه کن. حرکت و خفه شو. انگلیسی زیاد خوب نیست دوستان ولی خب توی جور موقع مثلا میگه فلان کار من خودشم نوشتم من توی جور موقع که شب کنتان بزن ضرور 44 رو ببندین. من رسما وجود ندارم. من مأمور کمپانی هستم. سازمانی که اقتصاد کشورها رو کنترل میکنه و بهشون میگه که همدیگر رو نابود نکنن. برست اسم یه عروسک کوچیکی برای کار بزرگ. کمپانی مشخص کرده که اون باید به وقتش بمیره و این اتفاق خواهد افتاد. مأموریت من اینه که نظاره کنم و خبر بدم. ولی یکی مثل منو تو به چنین جایی نمیفرستی مگه اینکه انتظار داشته باشی خونی ریخته بشه. امیدوارم که خون من نباشه. آدمی بامید روزی در رفتم چه پس بندی بودم الان پایین اگه مثلا گوشه سمت راست شنا کنیم نشد چپتر یک ما تو هر ویدیو یک چپتر رو مثلا که حجم ویدیو هم زیاد نشه هم در زمان زیاد نشه خسته نشد. سولف مایستر یه چیزی در مورد خارکوبی اسکافیلد. بیشتر شبیه خرابکار عوضیه تا یه مهندس ساختمان. داستان چیه؟
خوردی؟ باز کنید مجرما. اون کفشو بده. شخصی که به هیکلش دارم کفش رئیس من شروعش نکردم. خواهش میکنم داری با بوز منو نادیده میگیری. یکی آقا به وکیلت زنگ بزن. ها وایستا، ما اینجا تلفن نداریم. گردش رو خب دوستان ادامه تور چیز خاصی کلا اون بالا سمت چپ یک مینی مپ کوچیک است. اینجا نقشه زندان رو داره نشون میده و اگه نگهبانی هم باشه اونجا نشونش میده. کامان اون زندانی ها رو منو نشون میده. دوستان در رابطه با سیستم مبارزش یک تست بکنیم. عملا ما نمون کنیم بر همه زندانی ها میتونیم دعوا بکنیم. دیگه دارم سیستم مبارزه رو توضیح میدم. با کلیک چپ حملات سریع و ضعیف مثلا میتونیم بکنیم، ولی با کلیک راست حرکات سنگین ولی کند. بعد با شیفت هم میتونید بلاک کنید و اسپیس هم که در ادامه کنید. سیستم مبارزه جالب دارم حضرت کامل میاد خود ترک نکنید. نمیشه میتونید شیفت هم داره بلاک. وقتی هم من تراز میشونم بهش لگت بزنم با کلیک شب. بعد یک دیگه اون دوست میشه بعد وقتی که سطح به پایین برسه شما با زدن اسپیس خن نهایی راستا رو روش بزنید. وقتی هم قسمت قرمزش پایین منم بعد آخر خنده تصمیم بازم فینیشر هم خون پر کنیم. یک سیستم مبارزه دیگه هم داره اینه که موقع ضربه زدن شیفت بزنه. موقعی که مثلا موقعی شیفت میزنه بعد خودش یک چیز مثلا بهتون میده، یک دکمه میده بزن که مثلا یک جوره خودتک دیگه نکنه. چیزی موقعی که بخواد ضربه بزنه شیفت بزنه یکم کار کنید دست این رفت سجا بزن میرم ما بود معمولا زندانی ها رو با حالت سفید نشون میده، گروش نگلمان زبدرشون نگهبان ها رو به رنگ سبز رنگ. اوپن اینجا محیط زندان هستش. چقدر سبز رنگ هستش. دفعه اولتی که اومدی آره من یکم نصیحت دارم واسد مایی. دو مدل حبس کشیدن داریم، سخت و آسون. سختش زندانی شدن توی انفرادیه، تنهای تنها. خب آسونش معلومه. تو چطوریشو میخوای؟ بگو. آسون باشه بهتره. باهوشی مرد. اون عوضی رو اونجا میبینی؟ به من التماس میکنه که بدبختش کنم. برو باش دعوا کن که من بفهمم من و تو همدیگر رو درک میکنیم. اگه این کارو نکنی خب عاقبتت معلومه. عجب نگهبانه. من شیفت اگه بگیرم من تندتر را میرم. این سمت راست معمولا وقتی یک شخصیت رو میخواد معرفی کنه معمولا مسابقهش من نشون میدم. خواهیم دید. تو تیبگی؟ باید با هم حرف بزنیم. اوه خدای من کوچولو، تو این وحشی خونه احتیاج به کمک داری؟ من راه خودم میرم. اگه این کارو بکنم راهم مجانی باز میشه. گابی اگه میخواد این ورا شنا کنه باید پولش بده و دهنشم ببنده. اگر اینکه بخوای با من دعوا کنی که فکر میکنم جرأت همچی کاری ها داشته باشی.
تیبک حواسی تو راه خودتو برای انفرادی رفتن باز کردی. پس فکر کنم که اشتباه میکردم. اون آهنگو شنیده بودی که این بود منظورش؟ مراقب خودت باش جوجه ماشینی. گرفتن حال تیبک یه راهیه برای به دست آوردن احترام برادرت. تو حواست به ماشت باشه سفید پوست. من اسمم سیناست. نظرت چیه که یکم پول به جیب بزنی؟ چی تو ذهنته؟ اون آقای کینگه. اون مسئول همه دعواست. همه تو دعوا شرکت میکنن. حتی نگهبانا. اگه ببازی بد به حالت، ولی اگه ببری پول میزنی به جیب. این سیستم مثلا پول درآوردن خود سریال هم نبود. خب اینجا کلان چیه ورزش داره، اون بخواهی استوب بزنید یعنی این چیه قسمتی اینجا که هسته یا چیه قدرت مثلا ضرباتون قوی تر میشه. این که مثلا این چیه دایره قرمز رنگ مثلا تا آخر بازیم هم پر میشه. این قسمت سفید رنگش که هست شما الان میتونید تا اینجا من قدرتتون افزایش بدین. قدرتم که میتونید با رفتن به این چیه وزن افزایش بدین یا این چیه کیسه بوکس. با وزن زیاد خوب نمیتونم چی کنم. باید اسپیس مثلا بزنید بعد یک چیه تعادل اون چیزایی باید وجود بیاره. من بالانس کنید یا به هر سمت مثلا داره میره. خوب نمیتونم منو برم کیو خارج میشم. پس وزنم خار مادر دکمه اسپیس کیبورد میره جلو چشمشم سخته اجرایی. اون نمیدونم این چیه کیسه باکس چون راحت ترم هست. مشت بسن چند دکمه میزنی راحت هم سیش بدم. زود باش مشت من میبینیم اینجا داره پر میشه. مشت بسن قفله مشت بسن زود باش مشت مشت بسن زود باش مشت قفله مشت بسن قفله بادشون مشت بسن خب من میگم زود باش مشت تموم شدم میگم بریم. به جای کینگ برای اینجا یک مأموریت بهمون لازم. هی کینگ من یه دونه گیر آوردم. خوب مشت میزنه. میخوای پول در بیاری ها؟ سعیمو میکنم. سینو من نمیزنم افرادت بجنگم. وقتی اون داروهایی که ازت طلب دارم بهم برسونی میتونه بجنگه. گوش کن سفید پوست. رابطه من چیزایی که قایم کرده بودم و ازم دزدید، ولی قبل از اینکه به من بگه کجان کارش تمام شد. اون وسایل واسم پیدا کن و بعد میتونیم. این میگن نفوذ. حتی تو زندانم پول لازمه. اگه واسه پول بجنگم بهم کمک میکنه که به اسکوفیلد نزدیک بشم. خب دوستان وقتی به یک در برمیخورید پیک اوپن کلیک چپ اوپن میکنه. پیک یک جوره از نگاه میکنه لادر. نگهبانی هست. نگهبانی وضع داخل چطوری و یک چی که سیستم کاورگیری خوبه در این بازه. با زدن که میتونید کاور بیارید. در رابطه با رفتن به کاور دیگه هم که با کلیک ایجی مثلا میتونید چی کنید به کاور دیگه اگه راه داشته باشه باید به همون سمت مثلا نگه دارید. اگه با گزینه که یک راست یا همون تارنو بزنید نکسر اون طرفی میره. همین چی قرمز رنگ مثلا دیدیم بخاطرش همون چیه در واکنش هست که در رابطه صحبت کرده بودم. الان مثلا اگه روی گزینه شارپ گذاشته میشم با هم یک نگاه میدید ما رو. بعد به همون سمتی که میخواید برید مثلا دکمه جهت رو نگه میدارد اسپیس جامپ میزنید. برای خروج از کاور هم دوباره کیو رو میزنید. همون جا نشسته برید دوستان.
الان وقت فوکوس میزنیم میگه باید تا کجا بریم، اما راه مثلا بمونیشونه توی جو مواقع. اگه دور از دیرش باشین هم رد میتونید نگه شیفتو. خستم شد کماندو طوره بقیه عراق در مورد یکم سیستم راه رفتنش مشکل داره. بدن بسیار ورزیده دستای خودم درد بیارم بزن پام وپر آجی وپر اینم دارو محتاج هم شدم دونم. برم پایین برم و بالمون کمانده توی بابا کامان تو جایی که معمولا زیاد بعدش با نباید مراقب باشین که نگهبان مثلا شما را ببینه راحت میتونین بوده. من اگه جلوتون در مثلا قفلونه یواش بریم مثلا باز. اینم از داروات. کارت خوب بود سفید پا. با پتانسیلشو داری پسر سفید. برو اون پشت کم ورزش کن. بعد نیست تو این مدت اگه خالکوبی چیزی میخواستی پول و اسمو بیار کارتو را میندازم. در مورد اون یارو جدیده چی اسکوف؟ که چی؟ خالکوبیاش کار من نیست ولی میدونم تازه زده شده. طرف تازه آمده تازه خالکوبیاش نزده خسته نباشه. یک روز نشدم خالکوبی واسه بدونه. باراس لینک باراس مایکل اینجا چه غلطی میکنی؟ تکون بخور برات. من میخوام تو رو در بیارم. غیر ممکنه. وقتی که اینجا رو طراحی کردی مشکلی نیست ولی اول باید وارد تأسیسات زندان بشم. باراس بهت گفتم تکون بخور. تکون اسکوفیلد برنامه داره که از زندان فرار کنه. اطلاعاتی از جزئیات ندارم. باید به مانیکس بگم. اینجا داستان اسکوفیلد اینه. اون میخواد برادرش از زندان در بیاره. راهی نیست. اونجا مثل قلعه نکس میمونه. میدونم ولی این نامقه برنامه داره. به تأسیسات زندان ربط داره. باید وارد اونجا بشن. تعمیرات؟ چه مزخرفاتی. با چارلز وستمورلند صحبت کن. اون میدونه چجوری توی گروه کار بندازتت. جناب پروسی دیوی کوپر. یکی از تفاوت‌های دیگه شد چارلز وستمورلند کچل. چارلز وستمورلند؟ ببینم من تو رو میشناسم. من زن تو قبل از اینکه فوت کنه میشناختم. تو زن منو میشناختی؟ منظورت آنه؟ از کجا میشناختیش؟ من مستخدم مدرسه‌اش بودم. ایست وارمینگستون. منظورت وست وینینگتونه؟ باشه سوال کافیه. تو دنبال راه میگردی؟ دوست صاحب یه بخش نارتانیوسه. وودز صاحب یه تیکه دیگه است و بعد بلیک و نوچه‌هاش هستن. اونا از همه کثیف‌ترن. تنها برتریشون از ما یه نشان پلیسه. متشکرم ولی من احتیاج دارم وارد تأسیسات زندان بشم. اون کاریه که من نمیتونم بکنم. تو احتیاج به کمک جان آبروتزی داری. آبروتزی؟ رئیس مافیا؟ اومر پسر وقتشه که بری دستبوس. ممنون. دستبوسی باید برم. دستبوسی باید برم.
این همونجا بود تو سریال که فیبوناچی روش نهیده بود یک کاغذ فرستاده بود تو شخصی چی بود هی جنگ بی جنگ اگه اینکه چیزی گیره من بیاد حالا برو تو سیاستمدار خوبی میشه حاجی حالا که تو آب رازه صحبت با آب رازه نگهبانو مشکوزه چی میشه؟ شروع نشده تموم شد چطوره؟ یک جا نگاه میکنه نگاه ما جاسوس خب من شنیدم تو کسی هستی که در مورد پی آی باید باش حرف زد. تو کدوم خری هستی؟ احتیاج به یه لطف داره. هی اون از کجا اومد؟ دیدم که با بلیک صحبت میکنه توی اتاق افسرا بخش فایلا رو چک کن ببین چی پیدا می. پس شاید بتونی با هم همکاری کنیم. کاری هست که بخوای انجام بدم؟ بذار ببینم که میتونی شنا کنی ماهی. از یکی از رفیقان بهم خبر رسیده که داره خبرچین میشه و باید قبل از اینکه شرش رو بکنم مطمئن بشم. باشه چیکار باید بکنم؟ دیدم که با بلیک صحبت میکنه توی اتاق افسرا بخش فایلا رو چک کن ببین چی پیدا میکنی. برم چک کنم چطوره؟ معمولا وقتی وارد جایی میشه که نباید اونجا باشه یک حالت خوف مانند یک صدای مثلا میده اول یک قدمی شد این الان میگه مثلا شما میتونید اینجا مخفی شید تو این کمودا من تو نقشه اینو پلیک داریم با این یارو و با کیون خارج میشه با هم حرف بزن. آبروزی هنوز داره خانواده مافیا رو از تو زندان میچرخونه. اون نامه های شماره دار در مورد معاملات هر هفته و یا پول های گنده بهش میرسه. من میتونم معنی اونا رو بهت بگم. بعدش به من یه جوری ازش حرف میکشم که این بلبل چه چه بزن. پس من مشکلی ندارم. تا وقتی که اینطوری بهم اطلاعات میدی بلایی سرت نمیاد. یک داره اطلاعات میگیره اونم در ازای مراقبت باید اون نامه رو به دست بیارم. نکن اینجا قرار بود بلیک میره از چی مراقبت بدم با آبروزی داشتی کار میگیره دیگه. هی اون از کجا اومد؟ از جای خوبی آمد عزیزم جای بسیار خوب آره تولک دیدم. هی لویز داری میری پیش آدمن؟ اینو بذار روی میزم. مشکلی نی. اینجا مدارکی داره باید الان برم بردارم عزیزم کجایی تقریبا کجایی اینجا چی باز کردن پیچان تو بازی یک سری چیزایی هست که یعنی قفل شما باید وا کنید. یکی از من باز کردن پیچه یکیش هم شما باز کردن قفلای در همون باید دیگه اینجا در جهات خلاف عقربه ساعت باید بگرم. یک نکته که هست اینو باید یواش بچرخونید وقتی یک نگهبانی چیزی اینجاست صداش برون میادش. الان که تندم بچرخونید کل اینجا اشکال نداشت. وقتی که نگهبان نیست میتونید تند بچرخونید تندتر باز شد. معمولا پیچ آخرم نسبت به فاصله من نگهبان باهاتون داره میتونید من تندتر بچرخونید. ای دیویس اونا دارن زیر زمین رو چک میکنن میای؟ فهمیدم من تو طبقه بالا هستم آشتاتش میکنم و میام پایین. نگهبان عزیز بود
اما درایم که دارم قرمز رنگ نمیشه. باید با یکی صحبت کنم بعد میرم. باید با یکی صحبت کنم بعد. خفه شو احمق. خشن بنده خدا. دیگه چی بوده؟ قهوه میخواه بزنم چون چی کار میکنیم الان قهوه هم میخوریم 30 ثانیه میگیریم بزن بریم از اینجا میتونی که آمار اینجا راش خود اسکافیل نداشت هی بکی هی لویی حالت چطوره؟ چقدر آسون مثل یه عوضی میتونم با چیزی کمکت کنم؟ خیلی خوبه واقعا داره بهم خوش میگذره خب ما میتونیم مامورامونو محدود کنیم منم همین فکر رو میکردم یه مسئله امنیتیه با من بیا ببینم چی کار میتونم بکنم تأسیسات اینجا بوی نوعی ملان آموزا ما نباید این کارو بکنیم مگه نه؟ ما بالاخره گیر میافتیم چرا گیر میافتیم؟ رئیس زندان در این لحظه و اینجا من رئیس یک سرچ هم کردم تو بخش دیالوگ هست مثلا این دیالوگ رو که من اینجا این میگه تو سریال وقتی دارن دفتر نگهبانا رو میکنن ادامه ماجرا این چرا من الان اینجا این داره میگه داستان بوده اجرای نسبت به فیلم بازنویسی شده دیگه اینجا من یک توضیح راجع به دوربینا بهمون میدم و دوربینا شمار مثلا بگم ولی باید مثلا تون جاشن کلیک راست بزنید و برای چند ثانیه غیر فعال میشن یا کلا میشدن نه برای 5-6 ثانیه دوباره فعال میشن اینا مثل نگهبانان چند لحظه شما رو ببینن سریع باز شناساییتون میکنن کماندو اینی که نمیتونم کنم با اینجا که نگهبان نداره تون برم اینجا مگه آسانسوری هم هست اصلا این هست پاسخ هست آقا چه این میتونسته تکاوریشه برای خودش اوف نفس آدم دارم دیگه من یک نگهبان بوده شما این چی شناسایی که من اینو تون مثلا بکنن زودتر بردم که اینجا قایم میشه نمونم به صدای پا واکنش حساس مثلا نشون بدم یک چیز حالا اینجا دقت نمیشه وقتای باید برینید من نگهبان روش یک برف دیگه باشم اگر تون میشه من تن حالت نرمال من یکم حالا سخت داره تو حالت گوپیش باید یکم راحت تر میشه
ضربتی داره به من. ریپورت ها ای تو یه چیزی توی حمام منتظرته. تو جاسوسی منو میکنی آشغال. حالا میمیری. جاسوسی چرا آب خارج میکنه؟ این فیلم مورد بود طلا خارج میشد نسبت به ارزش همه بگن اونه بنده خدا قد بی ارزشن آب خارج شده بخون یا تموم شد داخل کار دیست داشت تو رو میفروخت جان. من اون خیانتکار رو میکشم. اون واسه زمان طولانی دیگه حرف نخواهد زد. تو اجازه فرود به PI رو پیدا کردی دوست من. خب نمره 20 داری. من وارد PI شدم. حالا میتونم مراقب اسکوفیلد باشم و ببینم که دنبال چی هستش. داره دردسر درست میشه. قراره یکی کشته بشه. خب دوستان به پایان این بخش ویدیو رسیدیم. تا ویدیو بعدی خدا یار نگهدارتون. نظر پیشنهادی هم اگه داشتید و انتقادی بود مثلا کلا بگید تو کامنت ها باز. Let's go. مال شروع بود البته. پایان. خداحافظ.